سلام، بیایید با هم یه بند ساعت خوشگل ببافیم. اول اینکه بند ساعتمو جدا کردم، پینشو انداختم. حالا نوبت نخ 1 میل رو انتخاب میکنیم. 5 برابر بند ساعتمون برش میزنیم و به هر طرف 3 تا نخ سر میندازیم. همینجوری که میبینید 3 تا جدا میکنیم و بافت لوزی میریم. بافت لوزی از با گره مدادی و گره مربعی تشکیل شده. هر طرف رو 3 تا لوزی میبافیم. این ور که تموم شد میریم سراغ بند دوممون. 3 تا از این ور نخ برمیداریم، 3 تا از سمت چپ. شروع میکنیم گره مدادی زدن. از وسط کار یه 8 در میاد، بعد گره مربعی میزنیم و